سرامون میگیریم، از پیشانی هامون میگیریم، از رخسارها میگیریم، ببینید از پشت ها، از پای هامون میگیریم. یعنی چندین موضع های هست که یعنی از همونجا هیجامه میکنن. من یعنی تمامی دور کننده همه دردهای شما این هیجامه است گفته است. هیجامه کنید گفته است. برای این نفرهایی که هیجامه میکنن برادر عزیز، شما ببینید که خیلی آدمای مقصد بگیم گفتی تاجیکای ما خسکی نباشن، یعنی آدمای تجربه دار باشن، آدمایی بگیم که با این مسئله را خوب میدانستگی باشن. بسیار برادرها همینجاش از خون درست میشود. برای گردن سر درد اهمی حساب میشود، اهمجا میکشه. ما اینجا گرفتیم که مقصد در سرم یوردم کنه. مثلا در باب هجاره و شما میخوانم برادر عزیز، یعنی این کتابی الترغیب و الترهیب ای من الحدیث شریف از جناب حافظ انا گویم از حضرت امام منذری، این کتاب الترغیب و الترهیب شد. بسیار خدا رحمتش کنه، محنت‌های زیاد کرد، بسیار هر یک مسئله را، هر یک موضوع ها را با حدیث ها و با آیت ها مقصد آورده رسانده است. اینجا میخوانیم حدیث از عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم این کان فی شیء مما تداویتم به خیر فالحجامه رواه ابو داود و ابن ماجه. ابو داود در کتاب تیبش و ابن ماجه هم در کتاب تیبش آورده است. یعنی از جناب ابو داود و ابن ماجه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که اگر گفته است شما خواهید که سلامتی تان برقرار کنین، اگر شما خواهید که همون دردهایی که شما را ناراحت کردگی دور کنین، از هیجامه در دیگر بهترین طبابت گفته است وجود نداره. خونه باید ای کجا بگیری، برای کدام درد، و هر یک درد به خودش با نقطه های خودش دارد. و همین درد احتیاط کنین. خیلی که همین پیش یک طبیب دکتر میرین، شما بینید که پیش هر دکتر نمیرین کو. چقدر تجربهش زیاده، علمش زیاده، فهمیش زیاده، همون دا مراجعت میکنید. همین هیجامه هم همین خیله. یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد بسیار حال مانا بد کردگی بود. تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف هم میگرفتیم در باره سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین هیجامه را خوب بگیم متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیثا، نزدشان رفتیم، هیجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه‌هایی که درد میکند همون موضع را نشان میدی،
همون مردک از همونجا هیجامه میکنه همون دردهاتون دور میشه. برادرها این هجومه اولش مقصد خوبش خاصیت خوبش که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله که هر کس مقصد هر کس با این روزو هم نصیبش نمیکنه. یکی انشالله این دو ماه رمضان انشالله هم سنت باجو ورسه انشالله هم که هجومه کدیسه ای وسپلینی رساتی جگر شیر دل همش تازه میشه انشالله. یه در حدیث اومده که هر کس که هجومه میکنه اون کسل دولین قند رگ کسلی که هر کسلی که گونگون هستن گرفتار نمیشه. برای برادرها کسی که مثلا پشت در میکنه میونش در میکنه یا که دولین دور سرش درد میکنه یا روش مثلا هرچی خلا کنه حرکت میره به هجومه کنین. هجومه خوبه همه خوبترش همین هجومه. یک کسی که گریج اندوره گریجان فایده مالش اینه که اسم هجومه خیلی گریجان. حدیث پیامبر فهمیدیم که بهترین طبابت این حجامت است گفتن. دیگر حدیث باز از همین حضرت امام ابو هریره اخبرنی ابو القاسم ان جبرائیل اخبره ان الحجم انفع ما تداوى به الناس رواه الحاکم. جناب امام حاکمی حدیث آورده است گفته است که پیامبر نازنین جبرائیل خبر داد که با امتات بگو که یعنی هجامه این چی است از همه در نفعش از همه در فایده زیاد برای سلامتی امتت انمی هجامه داره. ولی در یک دیگه خوانده بودم که در شب معراج هم در وقتی که پیامبرمون با دعوت الهی رفته بود ملائکه ها که از بس که پیامبر نازنین مون دوست می داشتن اونها مقصد یک بگیم هدیه برای پیامبر چی گفتن؟ گفتن که امت بگو که حجامه کنن، یعنی برای برقراری سلامتیشون حجامه کنن. حجامه دور کننده همه مقصد بیماری ها هست. اطراف حجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای. این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها دا از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن. این مردم به همین چیز که سر کار داشت این در تاجیکستان ما چیزی نوای و بسیاری مردم می ترسن. ولی دانیم برادر عزیز که این با موافق حدیثایی که من خواندم بسیار برای سلامتیتون خوبه، بسیار برای سلامتیتون نغزه. بعد دایی خراجات هم کمترکه، اون مبلغ زیاد هم در اینجا صرف نمیشه. در حجامه برادر عزیز پیامبر میگو هم شفا هست هم برکت است. دیگر و تزید فی العقل و فی الحفظ گفت همین حجامه هم عقل زیاد میکنه هم حفظ آدم. حفظ مقصد چقدر آدم سرذهن میشود اگر به شرطی که حجامه کنه. همچنان نور چشمش میگه روشن میشود. هم فایده حجامه رو فهمیدیم هم روزهای حجامه رو فهمیدیم که انشاءالله من برای شما اینا در ای بابم معلومات دادم.